سلام، من عسل هستم. 1 سال به فنلاند مهاجرت کردم. توی این ویدیو قراره در مورد خرید اقساطی از خود فنلاند با هم دیگه صحبت بکنیم. سلام، من عسل هستم. 1 سال به فنلاند مهاجرت کردم. دانشجوی ارشد هستم. خوش اومدین به اولین ویدیوی رو در روی من. امروز تو این ویدیو قراره یک آنباکس انجام بدیم. ولی این آنباکس با آنباکس های دیگه خیلی فرق میکنه. واسه همین دیدم خیلی ارزش محتوا گرفتن رو داره و گفتم که ویدیوشو ضبط بکنم، آنباکسشو بگیرم تا با هم دیگه این کار انجام بدیم و بلکه کمکی بشه برای کسایی که دوست دارن در مورد این قضیه بیشتر بدونن و در آینده اگه قصد مهاجرت به فنلاند رو دارن بتونن از این آپشن استفاده بکنن. امروز ما همونجور که میبینید یه بسته داریم. البته من تو همونجا بازش کردم که چک کنم ببینم تعدادی که سفارش دادم هست یا نه، ولی هنوز بازشون نکردم، فقط در پاکت همون باز کردم. بسته برای DNA امروز دستم رسیده. من روز سه‌شنبه 14 حضوری رفتم به شعبه DNA و وسیله هایی که میخواستم رو سفارش دادم، چون نداشتن توی اون شعبهشون در واقع آنلاین شده انگار و گفتش که مثلا تا چند روز دیگه میرسه و درست هم گفتن. دقیقا فکر میکنم 4 روزه، امروز که جمعه است، به دستم رسید. بریم تا آنباکسش کنیم. هنوز نگفتم چی هست چون که خودم هم براش خیلی ذوق دارم. اولین وسیله ایرپاد پرو 3. من مثلا ایرپاد پرو 2 رو داشتم ولی این ایرپاد پرو 3 هستش. نمیدونم حالا نشون داده میشه یا نه. یه سری قابلیت های جدید داشت نسبت به مدل 2. البته خب این همونجور که خیلی هاتون آیفون دارید و میدونید این قابلیت های ایرپاد ها روی گوشی های آیفون خودش رو نشون میده و اونجور نیست که مثلا با گوشی های اندروید شما این قابلیت ها رو بتونید ببینید. قابلیت های ایرپاد پرو 3 خیلی بیشتر از ایرپاد پرو 4 بود. من حالا خودم مد نظرم بود که مثلا آخرین ورژنش رو تهیه کنم ولی دیدم که مثلا ایرپاد پرو 3 خیلی بهتر از ایرپاد پرو 4 هست. یه سری فیچرها داره، مثلا وقتی توی گوشتون هست ضربان قلبتون رو میگیره و حالا یه خورده مثلا حس بدنتون رو بهتون نشون میده و اینا، مثلا این متمایزش کرده بود. و یه آپشن خیلی جذاب دیگه ای که داره اینه که قابلیت ترنسلیت بهش اضافه شده و میتونه از حالت AI ساپورت بکنه و مثلا براتون چیزی که میخواید رو ترجمه کنه. حالا من هنوز نمیدونم چجوری باید ازش استفاده کنم ولی شنیدم که این قابلیت بهش اضافه شده. باید امتحانش کنم، تستش کنم که ببینیم واقعا حقیقت داره یا حالا چطور کار میکنه و این. دومین بستم که آداپتور مکبوکم هستش. بله، مکبوکم خریده شد. من دوربین به سمت پایین گرفتم که آنباکسش مشخص بشه. بریم که داشته باشیمش. من همونجور که گفتم چون گوشی من آیفون بوده گفتم که دیگه لپتاپ مکبوکم بگیرم که بتونم حالا راحت تر کارای سینک کردنشون، کارای هندل کردنش رو با هم انجام بدم. برسیم به قسمت جذاب ماجرا، کندن خیلی لذت بخشه. خب من مکبوک ایر M5 گرفتم.
آخرین مدل ایره. سراغ پرو نرفتم چون که بیشتر واسم سباکیش مد نظر بود. اونایی که پروه یه مقدار سنگین تره به خاطر فنی که داره، ولی مدل های ایر اصلا اسمش دانشجوییه، کلا خیلی به خاطر سباکی و راحتی حملش بیشتر خواهان داره برای کار دانشگاهی و مسائل. بله خیلی هم باریکه، خیلی هم سبکه. خب بریم بازش کنیم. اینه خورده بیارم بالاتر، چهره خودم هم مشخص باشه، ذوق خودم هم مشخص باشه. این اولین مکبوک منه. من قبل از این مک نداشتم و همون پیغام هلوی معروفش برم عقب تک خودم مشخص بشه. این که داشته باشیمش. این مرحله انتخاب زبانه. انگلیش یوکی انتخاب میکنم. و بهش اجازه میدم که لود بشه. انتخاب زبانش. Select your country. خب همونطور که ما توی فنلاند هستیم، بعد فنلاند انتخاب بکنم براش. macOS contains a built-in screen reader called VoiceOver. If you know how to use VoiceOver, press Command F5 now to turn it on and set up your Mac. If you would like to learn how to use VoiceOver to set up your Mac, press the Escape key. فنلاند انتخاب کردم. How do you want to transfer your information from a Mac, Time Machine, or startup disk from a Windows PC? Set up with iPhone or iPad. Set up as a new. یه سری سوال میپرسه در مورد اینکه دوستان من کلا دیگه جهت دوربین رو دادم بالا که بتونیم راحت‌تر صحبت بکنیم. یه سری اطلاعات میخواد در مورد اینکه این دستگاه رو با یه مثلا لپتاپ قبلی یا لپتاپ ویندوز یا گوشی آیفونم کانکت بکنم و اینا، به خاطر اطلاعاته، چون باید بهش جیمیل بدم یا اینکه به آیکلودم وصلش بکنم. این سوالا رو میپرسه. اینا رو میذارم برای زمانی که حالا به حال فرصت بخوام پرش بکنم که خورده تایم ویدیو بالا نره، چون که خورده نیاز به ریزه کاری داره. خب توی بستش، توی کارتونش یه کابل مدل USB داره، یک سرش که به کابل میخوره و یه سرش هم که حالت مگنتیه به خودش میخوره. من اینو خیلی دوست داشتم چون که دیگه لازم نیست دنبال جای شارژ بگردی بخوای. من چون لپتاپ قبلیم دل بود و هی پشتش هم بود، هی برای اینکه شارژ بزنم مثلا شارژش تموم شد هی دنبال شارژ میگشتم، هی در به در مثلا دیدم نداشتم. مثلا دقیقاً این قسمتش بود، انگار مثلا این قسمتش بود. وقتی داشتم باش کار میکردم هی داشتم دنبالش میگشتم که کجاست رو بزنم، ولی این همین بغلشه و مگنتی هم هست، مثلا بهش نزدیک کنی خودش میچسته. مکبوک اپل آداپتور وجود نداره و شما باید آداپتور رو جداگانه تعیین بکنید. طبق تحقیقاتی که من کردم آداپتور 70 وات خیلی بهتر بود، چون که به خاطر اینکه یه سری داره و حالا فقط میتونید وقتی شارژ میخواین بکنینش فقط یه دستگاه رو باهاش شارژ بکنید. ولی مثلا 3 مدل بود. یه مدل دیگهش بود که 2 تا جای شارژ داشت و یه مدلش هم بود 3 تا جای شارژ داشت. یعنی همزمان اگه مثلا نیاز داشتید میتونستید مکبوکتون، آیفونتون و ایرپادتون رو باهاش شارژ بکنید. ولی خب یه مقدار شنیده بودم که برای دستگاهی که میخواد شارژ بشه خوب نیست و واسه همین خب چون داشتم برای آیفونم دیگه نیاز نداشتم بخوام 3 شاخش و 3 جای شارژش رو بگیرم. مثلا یه تکش رو گرفتم به 70 وات، از همه بالاتر از نظر واتی همین 70 واته که راحت کفاف میده بلکه سریع شارژ بکنم. خب اینو من باید در بیارم.
جا دیگه نباید بکشمش. چرا در نمیاد؟ خیلی سفته. از این برشم پارش کنم. نمیخوام پارش کنم. چسب زدنش بکنم. خب آره واقعا تهش رو چسبونده بود. این آداپتورشه. خوشگل بونوی میده. خب اینم دو شاخشه. توی فنلاند ما پریزامون مثل ایرانه، همون دو شاخه است. چون من خودم قبل از اینکه بیام همش فکر میکردم که مثلا نکنه اینجا مثل ایران نباشه و من نیاز داشته باشم که مثلا سریای آداپتور مختلف بگیرم، ولی اینجوری نبود. اینجا راحت میتونیم هم چیزایی که خودتون دارین رو استفاده کنیم. که شد کشم بکنم. این آرم اپل هم باشه. این دامال دید داره یا نه؟ خب اینم بهش وصل کنم. که شد. خب حالا بریم برای ایرپاد. برای سومین وسیله‌مون. خوبی کلا محصولات اپل اینه که این دو تا چسب معروفشو داره. من قبلا هم که حالا هر سری آیفون میگرفتم بهترین حس باز کردن بود برام. وقتی اینا اینجوری میکشی خیلی جالب بود. یادم یه بار رفته بودیم برای آیفون 13 هم، دو تا قبل این که داشته باشم رفته بودیم. بعد از اون فروشنده‌ای که میخواستیم تهیه بکنیم بعد میگفتش که خودت فقط باز کن. از ما پرسید که از من، همسرم پرسید آیفون برای کیه؟ بعد همسرم گفت که برای خانوممه. میگفت بذار خودش باز بکنه. حالا من خودم میخواستم باز بکنم، گفت بذار خودش باز بکنه. گفتیم چرا حالا هولی؟ گفتش که بخاطر اینکه خیلی حس خوبیه صاحب اون کسی که داره این لذت باز کردن چسبش رو بکشه. حس خوبیه، ولی مثلا واسه کسی که اولین بار میخواد این کار بکنه دیگه بخوای مدام این حس مثلا باز کنی، اون حس یونیک بودنه به دست نمیده. خب اینم پرو 3. ببینیم فرقش با پرو 2 که داشتم چیه. یه مقدار حالت کشیده تر داره. یه چراغ کوچولویی هم وقتی بازش میکنی داره. نیاز به شارژ هم داره مثل اینکه قرمز. خوبه، سبکه نسبت به آیفون ایرپاد پرو 2 یه مقدار سبک‌تره. ببینیم جای گوش. آره جای گوش چیزم داره، سایزهای مختلف هم داره. سایز بهتون نشون بدم. ناش اینم سایزهای مختلف گوشه. حالا مثلا سایز بندیش هم نوشته. حالا اگه دوست دارید مثلا میتونید نسبت به سایز گوشتون اون سری که از گوشتون نیفته رو بزنید. بذارید من یه لحظه برم ایرپاد قبلیمو بیارم تفاوتش رو نشون بدم. این البته این خورده گارد داره. فرق ایرپاد 2 با ایرپاد 3 اینه که ایرپاد 2 این پشتش یه دکمه پاور داشت. از نظر سایزی هم ببینید یه مقدار این کشیده تر شده من احساس میکنم. ببینید این برای 3 اینم برای 2. سایزش رو شاید اینجوری بگیرم مشخص تر بشه. فرقش رو ببینید یه مقدار این که 3 با اینکه 2 یه مقدار کشیده تر شده. از این یه مقدار خم بوده انگار ولی این صافه. بعد قسمت جلویش هم که این شکلیه و فرق آنچنانی نکرده. مثلا فقط یه مقدار این خم بود، این یه مقدار صافه. دیگه این که
من ایرپاد پرو 2 خیلی دوست داشتم، ازش هم راضی بودم. فکر میکنم ایرپاد پرو 2 رو 2 سال خورده، نزدیک به 3 ساله که دارم. خیلی خوب کار کرد، نه از نظر شارژی مثلا اذیتم کرد، نه از نظر صدایی. از تمام حالتاش هم استفاده کردم، وایس آیسولیشن و دیگه نمیدونم ویبریشن و همه این حالتاشو اوکی بود، دوست داشتم. دیگه این که حالا یه چیز دیگه هم بخوام بهتون میگم خیلی جالب بود برام، چون من مکبوک یا مثلا لپتاپ اپل نداشتم، همیشه خب درگیر این بودم که دنبال یه هندزفری باشم یا مثلا حالا از طریق بلوتوث ایرپادم وصل لپتاپم بکنم که حالا برای میتایی که دارم، برای حالا جاهایی که نیاز دارم از این که مثلا با یه ایرپادی یا حالا مثلا با یه چیزی صدا پخش نشه و گوش کنم، همیشه درگیر این بودم. ولی یه چیز خاص، یه قابلیت خیلی خوبی که مثلا تجهیزات آیفون داره، کلا تجهیزات اپل داره، اینه که وقتی مثلا این من توی اطلاعاتش خوندم، باید حالا اینو امتحان کنم که ببینم صدق میکنه یا نه. میگفتن که وقتی ایرپادت مثلا همزمان به بلوتوث مکبوک روشن باشه و بلوتوث آیفون هم روشن باشه، وقتی مکبوک مثلا حالا وقتی ایرپادتون وصل آیفون باشه و دارید مثلا حالا یه صدا یه موزیک گوش میکنید یا مثلا حالا دارید صداهای گوشیتون رو دارید گوش میکنید، وقتی اون خاموش بشه و وقتی مکبوکتون رو روشن بکنید و نیاز داشته باشید که مثلا صدای این توی گوشتون بیاد، مثلا یه فیلم میخواید ببینید توی مکبوک، این خودش متوجه میشه. فقط کافیه که مثلا اینو استاپ کنید، اون یکی رو پلی کنید. اینش خیلی برای من جالب بود، چون دیگه دغدغه این که بخواید قطع کنی دوباره به یکی دیگه وصل کنی و نداشت. من از این حالتش خوشم اومد و این که فکر میکنم جالب بود. خیلی خیلی دوست داشتم که این مکبوک جدیدم رو داشته باشم، چون که به شدت بهش احتیاج داشتم برای کار دانشگاهی. کسایی که داخل ایران هستن میدونن، نمیدونن البته، اینجا دانشگاهش مثل ایران نیست، بی نهایت باید سر توی سیستم باشه. تمام کارهای دانشگاهی به واسطه لپتاپ انجام میشه، آنلاین انجام میشه. ایمیل ها انقدر زیاده در طول روز که اصلا با گوشی هم بخوای هندل کنی حالا تا یه حدی میتونی، ولی دیگه واقعا اصلا یه جوری میشه که اصلا نمیشه یه روز روشن نکنی لپتاپتو. انقدر کار با لپتاپ زیاده و انقدر باتری اون لپتاپ خیلی حائز اهمیت میشه برات. واسه همین خیلی نیاز به این هست که یه لپتاپی داشته باشی که باتری رو خیلی درست ساپورت بکنه و همش دغدغه‌ای نشه باشه که شارژش بکنی و اینا. واسه همین اکثر کسایی که مهاجرت میکنن، حالا من خبر فنلاند دارم، خبر کشور دیگه ندارم، ولی اکثر کسایی که مهاجرت میکنن فکر میکنم اونایی که دانشجویی میان اولین دغدغه‌شون اینه که یه لپتاپ، یه سیستم خیلی خوب داشته باشن که بتونن از این دغدغه شارژ کردن بیان بیرون. چون انقدر که استفاده از لپتاپ زیاد میشه، انقدر که این حجم ایمیل ها و حجم کارهای دانشگاهی از نظر بخوای مثلا آپلود بکنی، میت داشته باشی، مثلا درس ها خب یه سریاشون آنلاینه، کلاس ها گاهن 2 ساعته 3 ساعته، بعضیشون 4 ساعته مثلا اینجوری هست. خب نیازه که این هی دغدغه شارژ زدن نداشته باشی، پریز پیدا کردن نداشته باشی. توی توضیحاتش نوشته بود که این مکبوک، این مدل 18 ساعت شارژ رو ساپورت میکنه و مثلا اینطور نیست که 18 ساعت فقط روشن باشه. 18 ساعت مثلا تو کار انجام بدی باهاش، وبگردی بکنی، چه میدونم حالا مثلا یه مقاله نیاز داشته باشی برید توی سایت های مختلف دنبال مقالات مختلف بگردی، منظورش این بود که اصلا کار ازش بکشید. با این حال 18 ساعت ساپورت میکنه.
خوب بود به نظر من، حائز اهمیت بود برای منی که واقعا نیاز داشتم. حالا لپتاپ قبلی منم لپتاپ مدل خوبی بود، از نظر هسته و سی پی و اینجور چیزاش خیلی بالا بود، ولی خب باز هیچی مکبوک به نظر من نمیشه. امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشین. من همونجور که گفتم دانشجوی ارشد هستم. هر سوالی که در مورد تحصیل، زندگی توی فنلاند داشتین یا اگه قصد مهاجرت به فنلاند رو داشتید ازم بپرسید. اگه بتونم راهنماییتون میکنم یا اگه تجربه‌ای توی اون زمینه‌ای که سوال میکنید داشته باشم، سعی میکنم ویدیو بعدی رو در اون خصوص بسازم که بتونم یه کمکی بکنم به اینکه با دید بهتر، با یه آگاهی بالاتری قدم بردارید. خب ما همونجور که میدونید توی ایران اونقدر دسترسی به امکانات بروز نداریم و وقتی یک کشور جدیدی مثل حالا فنلاند که من اومدم، حالا خبر اینجور دارم، آدم میاد خیلی چیزا براش جدیده. وقتی آدم این اطلاعات داشته باشه خیلی خوب با یه دید بهتری، با یه فکر بهتری میتونه تصمیم بگیره. و یه نکته دیگه به نظرم خیلی نکته مهمیه، خیلی هم فکر میکنم خوشتون بیاد. یه نکته هست، یه حالت مثلا سورپرایز توره. میخوام اینو بهتون بگم، اینو فکر میکنم باید اول ویدیو میگفتم ولی اینو گذاشتم آخر سر، الان یادم اومد واقعا. بچه‌ها یه خبری براتون دارم، یه سورپرایز براتون دارم. اینه که من اینا رو بهتون همونجور که از اول ویدیو گفتم، اینا رو توی شعبه DNA خریداری کردم، از شرکت DNA خریداری کردم. شرکت DNA چه آپشنی گذاشته برای مهاجرها؟ گفته که آقا همونجور که حالا خودتون میدونید، البته خیلی در جریان نیستن، کسی که مهاجرت میکنه حالا هر کشوری، خب مثل ایران نیست. شما میتونید خیلی راحت بهترین وسیله ها رو، بهترین تجهیزات رو قسطی تهیه بکنید. این کاملا مرسومه تو کشورهای اروپایی، ولی این یه سری ممیزها داره. حالا یا باید مثلا یه سری حالا آپشن ها هست که اونا رو شما بعد توی مثلا پروندهتون تیک بخوره که بتونید قسطی خرید بکنید. یا مثلا باید یه قرارداد کاری داشته باشید، مهمترینشه. اگه قرارداد کاری داشته باشید از همون اولین روز اومدنتون خیلی راحت میتونید قرارداد قسطیتون رو شروع کنید. ولی حالا کسی که قرارداد نداره، حالا به هر دلیلی هنوز نگرفته، هنوز دانشجوه، مثل من هنوز قرارداد کاری نگرفتم چون هنوز درسم تموم نشده، همچنان ارشدم 1 سال از تحصیلم میگذره. خب برام کسایی که شرطشون مثل منه و دوستن حالا قسطی خرید بکنن، چه اشکالی داره؟ وقتی همچین آپشنی هست آدم دوست داره ازش استفاده بکنه دیگه. این چیه حالا این سورپرایزه؟ این سورپرایزه اینه که شرکت DNA یه آپشنی گذاشته، گفته که هر کسی 1 سال از اومدنش به خاک فنلاند میگذره و سیم کارت DNA رو داشته باشه میتونه از ما خرید قسطیش رو شروع بکنه، فارغ از این که براشون اصلا مهم نیست حساب بانکیت چقدر اندازه باشه، قرارداد داشته باشی نداشته باشی، اصلا براشون مهم نیست. کما اینکه خب این شرایط شامل اونایی میشه که به صورت حالا قانونی، تایپ حالا ویزاهای ما تایپ ایه، به صورت قانونی اومدن. خیلی هم میگفتن که از زمان مثلا داشتن اون سیم کارت، ولی نه، حالا ما به محض اومدنمون تو همون فرودگاه سیم کارت DNA رو خریدیم. مثلا من سیم کارت DNA همون روزی که وارد فرودگاه فنلاند شدم همونجا خریدم که حالا برابری میکرد با موندنم توی فنلاند دیگه. ولی خب همسرم نه، همسرم مثلا 2 ماه بعد سیم کارت DNA دستش گرفت و اون حالا مثلا هنوز مونده که 1 سالش بشه، ولی ربطی به اون داشتن اون سیم کارت نداره، ربط به اون 1 سال موندنتون داره.
حالا یه چیز جالب براتون تعریف بکنم. من یه هفته قبل از اینکه بخوام برم اوردرها رو بذارم گفتم که مثلا من 1 سال اومدم فنلاند و اینا، مثلا ویزای من از 1 جولای بود، ولی خب اومدنم به فنلاند 12 جولای بود. واسه همین اونا اومدنم رو در نظر گرفتم و اصلا حالا درسته مدارک من از 1 جولای همه اوکی بود، تو تمام سایت‌های رسمیشون قید شده بود، ولی چون اومدنم به فنلاند از 12 جولای استارت خورده بود، گفتش که تو میتونی خرید بکنی ولی هفته دیگه بیا. خیلی واسم جالب بود این قضیه، گفتم به شما بگم که بدونید. و یه مسئله دیگه این که شما میتونید خودتون 3 حالت انتخاب بکنید برای پرداخت قسطی. 1 ساله که 12 ماه میشه، 2 ساله و 3 ساله که 36 ماه هست. بنابراین اصلا هم هیچ چی میگن اینجوری افزایش قیمت نمیخوره، هیچ افزایش قیمتی نمیخوره، بدون سود پرداخت ها. و اینکه با خیال راحت میتونید خرید بکنید. فقط نیاز دارید که 1 سال اینجا مونده باشید، 1 سال از مهاجرتتون گذشته باشه و اینکه سیم کارت دی ان ای داشته باشید. یه سری از دوستان میگفتن که مثلا نیازه که سیم کارت اعتباری نباشه، دائم باشه، یا اینکه تبدیلش کردن به سیم کارت دائم و اینا. ولی من با اینکه سیم کارتم دائمی نبود، اعتباری بودم، میتونستم، یعنی اصلا به همچین قضیه مثلا چیز نکردن که حتما باید سیم کارتو تبدیل بکنی به دائم که بتونی خرید بکنی و اینا. فقط صراحتا ازم پرسیدن که دوست داری اینوایس اون قسط اون پرداخت های ماهانه مثلا بهت نامه فرستاده بشه دم پست خونتون یا ایمیل فرستاده بشه، که من ایمیل انتخاب کردم و اینکه بعد 4 روز هم دستم رسید دیگه. فقط سایت دی ان ای هر وسیله‌ای که داشته باشه شاملش میشه. یه خورده وسیله‌اش محدوده، بیشتر توی سمت و سوی گجت های مثلا اینجوری مثل موبایل و لپتاپ و انواع اقسام لپتاپ و ایرپاد و مثلا اینجور چیزاست، پاور بانک و نمیدونم یه سری مثلا حالا وسیله های اینجوری حالت مثلا ارتباطی. ولی به تازگی مثل اینکه داره چیزای دیگه هم اضافه میکنه. ولی من تو سایتش حالا تلویزیونم دیدم، مثل اینکه تلویزیونم داره، حالا کسی وسیله های برقیه، ولی هر وسیله برقی نیست. شما میتونید از همون سایت دی ان ای برید انتخاب بکنید محصولتون رو. حالا رفتید اونجا توی شعبه هاشون، آنلاین هم میتونید، ولی حالا ما حضوری رفتیم به خاطر اینکه یه مقدار خیالمون هم راحت‌تر بشه، همین که یه مقدارم حالا مثلا سوال پرسیدیم که بتونیم اطلاعات جدید بگیریم و اینا. اونجا اسم وسیله که خواستیم رو گفتیم، سرچ کردم. البته من یه مدل مکبوک ایر M5 24 رم 24 میخواستم، ولی دیگه گفتش که سولد اوت شده و 16 رم 16ش موجود بود که دیگه همین رم 16 ها گرفتم. و اینکه مثلا باید توی سایتش نگاه کنید، مثلا ببینید که موجود هست که بتونید همون رو بگیرید یا نه. مثلا اینجوری هم نبود که بگم که خب من سفارش میزنم هر موقع اومد مثلا برنامه گفتش که نه، مثلا ما الان که سولد اوت شده، فروخته شده دیگه هم مثلا نیست توی انبارمون، یعنی مثلا اینجوری بود. مثلا همین گفتم بگیرم دیگه، الان همینم تموم میشه. خلاصه اینکه میتونید انتخاب کنید، به دستتون میرسه. این خیلی واسم جالب بود که تونستم بعد از 1 سال اومدنم بدون هیچ قراردادی، بدون اینکه بخواد مثلا چک بکنه ببینه که آیا مثلا واجد شرایط هستی که بتونی اینو بگی، چون اونا که قرارداد ندارن خب حساب بانکی ها رو چک میکنن. مثلا یعنی که خب اگه تو قرارداد نداشته باشی ببینیم مثلا حساب بانکی که داری اون پشتوانه مالی تو ساپورت میکنه که تو قسطشو بدی یا نه. به نظر من منطقیه. خب هر ارگانی باید این کارو بکنه. تو ایران هم خب همین کارو میکنن. ولی این دی ان ای این آپشن رو واسه مهاجرها گذاشته. خیلی به نظرم آپشن خوبیه، مخصوصا برای دانشجوها، اونایی که واقعا نیاز دارن مثلا به همچین چیزی که بتونن تحصیلشون رو جلو ببرن. من خوشم اومد، خواستم که بهتون پیشنهاد بدم دی ان ای ازش استفاده کنید اگه دوست داشتید.
و اینکه فقط کافی 1 سال توی فنلاند باشید که بتونید این جایزه های فنلاند رو، سورپرایز های فنلاند رو شاملش بشید. خوشحال شدم. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و اینکه توی کامنت ها به هم بگید که دوست دارید ویدیوهای بعدی در مورد چی باشه. تا ویدیوی دیگه، بدرود.